بالاخره بعد از ماه‌ها اصرار از طرف هوادارای سریال داستان جزیره و انکار از طرف آلپ ناوروز و آیچا آیشین توران، این دو رابطه عاشقانه‌شون رو تایید کردن. پنار دنیز در مصاحبه‌ای بیان کرد که تا الان عمل زیبایی نداشته، اما اگه لازم بدونه حتما این کار رو انجام میده. اون گفت حساسیت نشون دادن نسبت به عمل زیبایی خانوما واقعاً منو آزار میده. زنها رو راحت بذارین و اجازه بدین هر طور دلشون میخواد دیده بشن. آیچا آیشین توران به عنوان هدیه تولد عشقش آلپ ناوروز با ناشری مذاکره کرده تا اشعاریو که آلپ در طی این سالها نوشته به صورت یک کتاب چاپ کنن. سریال تو درم را بزن که در ایتالیا خیلی محبوبه، از 18 ژانویه در تمام کتاب فروشی‌های این کشور به صورت رمان در دسترسه و به علاوه این سریال در این کشور به صورت دیویدی هم به فروش میرسه. رتبه بندی بهترین سریال‌های ترکیه‌ای در سال 2021 در IMDb اعلام شد. رتبه 1 قضاوت، رتبه 2 تو درم را بزن، رتبه 3 محکوم، رتبه 4 آلپ آرسلان، رتبه 5 تشکیلات، رتبه 6 اوچکوروش، رتبه 7 بازی سرنوشت من. کرم بورسین در پروژه‌ای که مربوط به رنگامیزی و بازسازی مدارس بود شرکت کرد و در کنار تعدادی جوون داوطلب به رنگامیزی و بازسازی مدرسه‌ای که نیاز به نوسازی داشت مشغول شد. بالاخره پارتنر چاتای اولوسوی در سریال مترسک تزئینی مشخص شد و اون کسی نیست جز آلینا بوز. خواننده معروف زین مالک با ظاهر جدید خودش باعث شد که کاربرا اونو به بوراک اوزچیوی تشبیه کنن. ساختمونی که از اون به عنوان قهوه خونه معروف سریال گودال استفاده میشد در آتش سوخت و آتش نشانها بعد از 45 دقیقه موفق به مهار این آتش سوزی شدن. اولین بار با سوتی هانده دوان دمیر بود که کاربرای فضای مجازی از روی عکس پشت قاب گوشی اون کشف کردن که هانده با اونورتونا رابطه عاشقانه‌ای رو شروع کرده و در نهایت هانده بعد از مدتی سکوتش رو شکست و این رابطه رو تایید کرد. بعد از فروش سریال تا حد مرگ با بازی فهری اوجن و انگین آکیورک به بیش از 100 کشور، به تازگی پخش این سریال در کشور هندوستان هم شروع شده. فهری اوجن که 2 سال پیش مادر شده در مصاحبه‌ای گفته هیچ وقت اولین باری که پسرش رو به آغوش گرفته فراموش نمی‌کنه و وقتی هم که برای اولین بار صدای اونو شنیده از ته دل گریه کرده. زوج سرکان چایولو و اوزگه گورال تصمیم دارن در خرداد ماه امسال ازدواج کنن و سرکان هم برای شروع زندگی مشترکشون یه ویلای 6 میلیون لیری خریداری کرده و 350,000 لیر هم برای دیزاین اون هزینه کرده. به تازگی مشخص شده که آسلی انور رابطه عاشقانه جدیدی رو با تاجری به نام اون در استارهان شروع کرده. سلیم شکرجی و ابراهیم سلیم بعد از گذشت 7 ماه رابطه عاشقانه به دلیل عدم تفاهم خیلی دوستانه از هم جدا شدن. به تازگی مشخص شده که جان سودره 2 ماهی میشه که رابطه عاشقانه‌ای رو با شمشیرباز آمریکایی مایلز چاملی واتسون شروع کرده. مایلز در گذشته با خواننده معروف ریهانا هم در ارتباط بوده. مورات یلدریم و همسرش قبل از اینکه برای تعطیلات سال نو به دبی سفر کنن با هم در تبلیغات فرش برند کاراجا همبازی شدن. انگین آکیورک در نظرسنجی سایت مد بی گلوبال فشن نتورک به عنوان شیک ترین مرد سال 2021 انتخاب شد. ایرم هلواجیولو با انتشار عکسی 2 نفره رابطه عاشقانه جدیدش رو با یولاچ اوزجان به همه اعلام کرد. باریش آردوچ با ایفای نقشش در سریال آلپ آرسلان علاقه زیادی به اسب سواری پیدا کرده. اون در این مورد میگه در تعجبم که چطور تا الان با همچین موجود قدرتمندی ارتباط برقرار نکردم.
ابراهیم چلیکل و همسرش اخبار جداییشون رو تایید کردن. این زوج که مدتی میشه با مشکلاتی در زندگی مشترکشون روبرو شدن، به خاطر پسرشون سعی کردن که در کنار هم بمونن، اما در نهایت تصمیم به طلاق گرفتن. جنسیت فرزند اسماعیل دمیرجی و هانده سورال مشخص شد و این زوج قراره به زودی پسردار بشن. بالاخره نتیجه دادگاه حضانت پسر اوزجان دنیز و همسر سابقش فیضا آکتان مشخص شد و دادگاه حضانت فرزند این زوج رو به مادرش فیضا داد. به تازگی مسابقه‌ای از شبکه فاکس با نام ماسک کیم سین سن شروع شده که خیلی زود هم طرفدارای زیادی پیدا کرده و هم منتقدای شدیدی. جالبه بدونین که ادا اجه و ملیس زن جزء هیئت داوران این برنامه جنجالی هن. فیلم تاکتیک های عشق با بازی شکر اوزیلدیز و دمت اوزدمیر در تاریخ 22 بهمن از نتفلیکس پخش میشه. بنسو سورال و همسرش هاکان باش که مدتی بود زمزمه های جداییشون به گوش میرسید، تصمیم گرفتن به زندگی مشترکشون فرصتی دوباره بدن و در کنار هم سال نو رو در پاریس جشن بگیرن. بالاخره بعد از مدت‌ها حکم احمد کورال صادر شد. اون به خاطر ضرب و شتم عشق سابقش سیلا گنچولو به 1 سال و 4 ماه و 20 روز حبس محکوم شده. گفته میشه زوج سینان آکچیل و برجو کیراتلی که برای بار دوم با هم ازدواج کرده بودن، دوباره تصمیم به طلاق گرفتن. با شروع سال جدید، مروه بلور هم عشق جدیدی رو با شخصی به نام ارکان شن شروع کرده. علی مورات آلتونمشه پسر خواننده ترک عزت آلتونمشه و برادر فیلات آلتونمشه که برای برنامه‌ای در مرسین حضور داشت، از طبقه 11 محل سکونتش سقوط کرد و از دنیا رفت. گفته میشه که این بازیگر به دلیل مشکلات روحی خودکشی کرده.